را خانه من کن، مصفا کردنش با من، به من درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش که پیدا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم آنی، به من گو حاجت خود را اجابت می کنم آنی. طلب کن آنچه می خواهی، مهیا کردنش با من، مهیا کردنش با من. بیفشان قطره اشکی که من هستم خریدارش، بیفشان قطره اشکی که من هستم خریدارش. بیاور ذره اخلاص که دریا کردنش با من، که دریا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومید تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس که امضا کردنش با من، که امضا کردنش با من. دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من، به من درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. به قرآن آیه توحید فراوان است، ای انسان بخوان یک آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. چو خوردی روزی امروز تو ما را شکر نعمت کن، چو خوردی روزی امروز تو ما را شکر نعمت کن. غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من، که فردا خوردنت با من. دلت را خانه من کن، مصفا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والصالحين. قبل از هر چیز عرض خیر مقدم داریم خدمت استاد بزرگوارمان جناب شیخ محمد صالح پردل که با کارهای بسیار زیاد و مشکلات بسیار عدیدی که ایشان دارن باز هم دعوت شاه داماد گزیر را لبیک گفتن و اجابت کردن و در جمع ما حاضر شدن. از خداوند عزوجل برای ایشان طلب جزای خیر می نماییم و من قبل از هر چیز باید عرض تبریک هم داشته باشم خدمت جناب آقای سید احمد هاشمی و این دعایی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شده خدمت ایشان و خانواده محترمشان بگویم که بارک الله لکما و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر و یمن و برکه ان شاء الله.
در این قسمت از برنامه گوش جان می سپاریم به سخنان و پندها و نصیحت‌های گوهربار استاد عزیزمان با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قبل از هر سخنی خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم، چون تنها راه نجات و تنها راه رشد و کمال و تنها راه سلامت و سعادت و خاتمه به خیر شدن فقط راه شکر هست. خداوند تبارک و تعالی در کتاب ارزشمند قرآن کریم وعده های زیادی به بندگانش داده، قاعده های خوشبختی رو بیان کرده. قرآن هر آیش قاعده‌ای از قواعد زندگی است. قواعدی از یا قاعده‌ای از قواعد خوشبختی است. یکی از وعده هایی که خداوند به بندگانش عنایت فرمودند و هیچ خلف وعده هم از جانب پروردگار صورت نمیگیرد، بلکه خداوند به وعدش وفا خواهد کرد، این آیه هست: فاذکرونی اذکرکم. مرا یاد کنید، من هم شما را یاد میکنم. در جایی که شما نیاز دارید من شما را یاد کنم، من شما را فراموش نکنم. هنگام مغفرت دوست داری من شما را بیاد بیاورم و شما را از مغفرتم بی نصیب نکنم. فذکرونی، مرا در تمامی برنامه‌های زندگی روزمره‌تون یاد کنید، من هم از شما حمایت میکنم، شما را نصرت میکنم، شما را در ملأ اعلی یاد میکنم، شما را بر پل صراط یاد میکنم، شما را هنگام عفو و بخشش، توزیع حسنات، نادیده گرفتن گناهانتان یاد میکنم. در جای دیگه گفته، دوباره یک وعده دیگه داده، گفته لئن شکرتم لازیدنکم، لئن شکرتم لازیدنکم. اگر نعمتهای مرا ارج نهادی، اگر قدر شناس نعمتهای من شدید، نعمتی که برای خودتون دادم، اگر نعمتهای منو کفران نکردید، پایمال نکردید، ضایع نکردید، اگر مسیر نعمتهای منو منحرف نکردید و شکر نعمت به جا آوردید، نعمت را در جهت اهداف من قرار دادید،
من به شما مزید میدهم. میدونید مزید بر نعمت خدا چیه؟ رضای خدا از بندگانش. اگر کسی نعمت رو درست استفاده بکنه، و درست استفاده کردن نعمت این که شکر نعمت رو به جا بیاورد، و شکر نعمت این که به اندازه نیاز و صحیح استفاده کند و مازاد نعمت در اختیار برادر و خواهر مسلمانش قرار بدهد و از نعمتهای خدا برای توانمندی خودش و خانوادهش و جامعهش استفاده بکند و برای نعمتهای خدا چه مادی و چه معنوی حرمت قائل بشود و با نعمتهای خدا معصیت خدا نکند، از خدا نعمت بگیرد بعد پشت به خدا بکند و با نعمتهای خدا دشمنان خدا را تقویت نکند. چقدر از خدا نعمت میگیریم، دشمنان خدا و اونهایی که ضد دین خدا تقویت میکنیم. آیا برای یک مسلمانی که از نعمتهای خدا بهره مند است شرعاً و عقلاً جایز است که از نعمتهای خدا برای تقویت دشمنان خدا بر علیه دوستان خدا به کار بگیرد؟ و امروز داریم میبینیم که چقدر از مسلمان ها نعمتهای خدا را در اختیار دشمنان میگذارند که مسلمان ها را بزنند. اگر شما قدرشناس نعمتهای من باشید، من مزید بر نعمت که برای شماست، و ما بکم من نعمت فمن الله، خداوند نیازی به این نعمتها برای خودش ندارد. خداوند رب العالمین هست. قل هو الله احد الله الصمد. خداوند نیاز به نعمت ندارد که نعمت الله را کامل کند. خداوند کمال مطلق دارد. خداوند الله الصمد هست. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الحمدلله رب العالمین. همه چی به اختیارشه و امر خداوند انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این ما هستیم که برای کامل شدن نعمت خدا در اختیار من باشد. و این را بدانید که اگر نعمت خدا که برای کامل شدن ما و شما هست و در اختیار ما و شما گذاشته شده پایمال بکنیم، امیدی به کمال نیست. هر کسی نعمتهای خدا را با ناشکری پایمال کرد، خودش و خانوادش هم پایمال شدن. حتی اگر مال باشه، نه که دین باشه. اگر نعمت مال رو پایمال کردی، پایمال خواهی شد. تا چه برسه نعمت قرآن و علم و سنت مطهر رسول خدا صلی الله علیه و سلم و سیرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم و ایمان و اسلام رو ضایع بکنید. مزید بر نعمت چیه؟ رضای الله در دنیا. و نتیجه رضای الله در آخرت چیه؟ بهشت الله. و مزید بر بهشت چیه؟ که لذت بهشت در مقابل اون نعمت مزید در آخرت ذره هم به حساب آورده نمی شود. اون لقاء الله هست. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره للذین احسنوا الحسنى و زیاده. برای کسانی که در دنیا قدرشناس نعمتهای خدا بودند، برای نعمتهای خدا حرمت قائل بودند، شکر نعمتها را به جا آوردند، حسنا وجود داره. حسنا در نظر گرفته خداوند براشون. حسنا یعنی بهشت فردوس. و زیاده بر بهشت چیه؟ زمانی که خداوند پرده را بلند می کند در مقابل بندگان بهشتیش و میگوید شما به دیدار من نائل شدید.
صحابه سوال کردند آیا ما پروردگارمان را در بهشت و در آخرت میبینیم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در جواب فرمودند سترون ربکم کما ترون القمر لیلة البدر لا تضامون فی رؤیته. پروردگارتان را ملاقات خواهی کرد با چشمی که خدا در آخرت مسلح می کند، توان می دهد که به جمال جلال نورانی الله نگاه بکنید. خود خداوند در آخرت چشم بندگان نیکش را توان می بخشد، مسلح می کند که بتواند از دیدار الله در بهشت لذت ببرد. سترون ربکم کما ترون القمر لیلة البدر لا تضامون فی رؤیته. ربتان را میبینید، ملاقات خواهید کرد، دل و دیدتون منور خواهد شد، شاد خواهد شد به دیدار ربتون در بهشت. همونطوری که قرص ماه شب 14 را میبینید، هنگامی که ماه تبدیل به بدر شده ملاقات میبینید، بدونی که کسی ازدحامی برای کسی ایجاد بکند. الان فصل رطب نخلی به اسم آلی مهتری. مردم چقدر منتظرن وقتی اولی که رطب به دست می آید کیلوی 5000 تومان هم میخرن. ایمان به اندازه رطب ارزش نداره. چقدر خوشحالن که وقتی رطب برای اولین بار در اول فصلش در بازار میبینن. بریم رطب بخریم. کیلوی 5000 تومان هم میخرن. ایمان و علم و تقوا و قرآن برای بچه ها با 5000 تومان بخرید ارزش 1 کیلو رطب نداره؟ خیلی ها میان مکتب خانه سوال میکنن شهری که شما میگیرید برای 1 ماه قرآن یاد بچه ها آمدید چقدره؟ اگه گفتن 5000 تومان ما بچه من مکتب خانه نمیاریم. 5000 تومان ملا میخوام بگیرن؟ یعنی بچه تو مؤمن بشه، عالم بشه، قرآن بخونه، احکام یاد بگیره، سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم یاد بگیره، دین یاد بگیره، اندازه 1 کیلو رطب عالی مهتری ارزش نداره که تو هسته هاش هم باید دور بریزی. رطبی که خشک هنوز شیره نداره. چه جوابی برای الله داریم که اینطوری در مقابل نعمتهای الله عاجز میشیم؟ ولی برای اینکه بازی‌های فوتبال جام جهانی المپیک رو ببینیم همه ریسیورشون عوض کردن، دششون جدید کردن، تلویزیون رنگی خریدن، آنتن قوی خریدن. الان یعنی 500,000 تومان الان هر خانواده‌ای کم کم دارن خرج میکنن که بتونن بازی فوتبال صاف و دلچسبی ببینن، لذت ببرن. امروز همه صحبت از جام جهانیه، چطوری یک عده‌ای با توپ فوتبال دارن میرقصن. میدونید حالا اونهایی که بلیط خریدن رفتن آلمان بماند، ولی تو همین مناطق خودمون چقدر امروز از دیروز و پریروز و 1 هفته آنتن ها، من تو جامعه هستم میشنوم، رفتیم آنتن خریدیم، آنتن جدید که خوب صاف میگیره. من تبریک به شما میگم که الان بازی هم هست، ولی شما در خانه خدا جمع شدید. آدم است که زنش رو ستلاقه میکنه وقتی تیمش گل میخوره، ولی شما جوانای خوب جمع شدید در خانه خدا، بر سر سفره خدا. القرآن و مأدبة الله علی الارض. قرآن سفره پرمیوه های رنگارنگ و متنوع و هر میوه‌ای در سفره قرآن با یک خاصیت خاص خودش.
خداوند پهن کرده برای همه، دین و دینداری برای همه، قرآن برای همه، خانه خدا برای همه، معنویات برای همه. و پدری هم گلاب پاشون دستشه این قطرات خوشبو و معطر گلاب را در خانه خدا که از گلی به اسم گل محمدی گرفته شده، عرق گل محمدی، این گلاب چقدر خوشبوست، از اونجا این خوشبویی رو گرفته که نسبت به محمد صلی الله علیه وسلم داده شده. خوشبوترین گل محمدی است و نام محمدی رو و صفت محمدی رو بر خودش گرفته، چون محمد واقعا خوشبو و معطر بود. ایمانی و شکر کاملی که در درونش بود و توحیدی که در درونش بود و علوم قرآنی که در درونش بود و اخلاق اسلامی که در درونش بود و نیت خیری که در درونش بود و فکر روشن و مثبتی که در درونش بود و توکل به خدا که در درونش بود، اونو خوشبو و معطر کرده بود. پدری هم در صفوف شما گلاب و قطرات گلاب را بر سر شما میریزد و فضا معطر می شود. چه مجلس باصفایی است. من کاری به عروسی ندارم، عروسی 2 شب پیش تمام شده. مهم که این عزیزمون اصرار داشتن که حتما عروسیشون سبب یک تجمعی بشه که در اون تجمعی که صورت میگیره حرف از خدا و رسول خدا و عمران و آبادی جامعه اسلامی زده بشه و صحبت از تربیت اسلامی بشه. عروسی شد و رفت، اما جلسه مبارکی در خانه خدا برای بندگان خدا به وجود آورد. چقدر ما نیاز به جلسات ایمانی داریم در آخر زمان تا این سرمایه ارزشمند امت اسلامی که ایمان باشد خصوصا برای نسل جوان حفظ بشود. پدرها، بزرگترها، ائمه جمعه و جماعت، خیرین، مربیان، اینا وظیفه دارن، شورا، که در جامعه ایمان اون جامعه برای نسل جوان را حفظ بکنن به هر وسیله‌ای که شده. نگذارن که جامعه دستبرد ایمانی زده بشه، ایمانشون غارت بکنن. و اگر زمان از شما گرفتن، وقت گرانبها از شما گرفتن که خداوند در سوره ها و آیات متعدد به زمان قسم خورده، و لیل و شمس و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اگر زمان از دست شما گرفتن، صرف کارهای پوچ کردن، یعنی فرصت موفق شدن از شما گرفتن. کاری نکنید که زمان از دست شما بگیرن، وقتتون به هدر بره، وقتتون به بیهودگی صرف بشه. امام غزالی رحمت الله علیه در نصیحتش به اون شاگردش، ایها الولد المحب، شاگردی از شاگردانش از امام غزالی درخواست نصیحت کرد، کتابی نوشت هدیه‌ای برای شاگردش. عنوان کتاب ایها الولد المحب، ای فرزند عزیز. یکی از مسائلی که در اون کتاب ارزشمند که همش نصایح ارزشمند و مفیدی است، میگوید که فرزندم، نشانه اعراض خدا از شما و نشانه روگردانی خداوند از بنده زمانی است که بندگان خدا به کارهای بیهوده و پوچ سرگرم باشند. اگر دیدی که در زندگی حرفای پوچ و بیهوده میزنید، کارهای بیهوده میکنید، وقتت به بیهودگی میگذرانید، فوتبال برات از دیندار شدن و در کلاس قرآن شرکت کردن برات ارزشش بیشتره، این را بدان که خدا ازت روگردان شده. چطوری دوباره خدا را متوجه خودت بکنید؟ همیشه مادر بزرگا و پدر بزرگا وقتی بچه بودیم
شب که میشد کنارشون میخوابیدیم تا سرشون میگذاشتن رو بالشت. اون مادر بزرگ خدا رحمتشون بکنه، مردگان ما و شما این جمله رو میگفتن، تا سرشون میگذاشتن میگفتن خدایا نظر تو بر نگردد. این نظر تو بر نگردد یعنی چی؟ کی میدونیم که نظر خدا از ما برگشته؟ امام غزالی میگه زمانی که به کارهای بیهوده مشغول باشید، من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی، از کمال ایمان و اسلام یک انسان مسلمان اجتناب و پرهیز از کارهایی که در خصوص او نیست، نفعی در دنیا و آخرت به او نمیرساند، کارهایی که سبب هدایت او نمیشود، سبب افزایش ایمان و هدایت او نمیشود، سبب رونق دینداری، علم، دانش، تقوا، اخلاق اسلامی در اون نمیشود. باید شناسایی بکنیم. خداوند قلم دست خودت داده، با دفتر گفته به خودت نمره بده. به خودت چند نمره میدی؟ کسی که از مجالس خدایی بدش میاد چطوری میخواد به خودش نمره 20 بده؟ دو تا تیم کافر امروز در افتتاحیه با هم مسابقه داشتن، طرف نماز جماعت ول میکنه، طرف به مسجد نمیره، چون افتتاحیه مثلا بازی‌های جام جهانی در آلمان، بین آلمان و نمیدونم فلان. از کی فوتبال خدای ما شده؟ ورزش چیز خوبیه، ولی نه اینطوری که ما بپرستیم که فرائضمون رو کنار بزنیم، به ارزش ها نپردازیم. یک ماه وقت ما رو اینطوری از صبح تا غروب بخوره، مالی که برای آموزش قرآن بچه هامون صرف نمی کنیم اینطوری 400 تومن و 500 تومن در بیاره از ما. زن بدبختی که مادر بچه های ماست، تیمش گل خورده، فلان تیم گل خورده، به استناقش بکنه، تلویزیون بزنه خورد بکنه. امروز حتی ورزش در اختیار استعمار هست برای اتلاف وقت مسلمان. منی که دارم این حرف میزنم تو خیلی از روستاها مجتمعات فرهنگی ورزشی درست کردن با پولی که خیرین تقبل کردن. یکی از پایگاه‌های مهم من تو ورزشگاه هاست، بین ورزشکارا. ورزش صرفاً برای سلامتی، دور هم جمع شدن انسان‌های سالم که رو حساب دین و دینداریشون و عبادتشون و تحصیلشون و علمشون و آموزششون و تربیتشون نباشه. به گفته یکی از مسئولین باشگاه اروند میگفت شیخ ما به این نتیجه رسیدیم که حتی ورزش نیاز به ایمان دارد، ورزش منهای ایمان یعنی هیچ. یکی از وعده های خداوند در مقابل شکر تو وعده مزید داده، مزید برکت، مزید نعمت، با برکت شدن کسی که خدا بهش نعمت داده. حضرت عیسی علیه السلام میفرمایند و جعلنی مبارکا اینما کنت، خداوند منو مبارک قرار داده هر جایی که قدم بگذارم. چطوری انسان مبارک میشه؟ اول این که خوش نیت باشی، نیت مبارک داشته باشی. چه نیتی؟ نیت مبارکه، نیتی که خدا در نظر گرفته بشه. به دلت بسپار که نیت خیر بکنه، نیت خدایی بکنه. کدوم نیتی؟ نیت خداییه، نیتی که خیر در اون باشه، چون خدا خیر محضه. هر نیتی که نیت خیر باشد اونم خدایی محضه. انما الاعمال بالنیات. شما میدونید که نیت خیر کردن به دلت دروازه کارهای خیر رو باز میکنه.
محال تو نیت خیر نکنی دروازه خیر باز بشه. کما تدین و تدان، از مکافات عمل غافل مشو. گندم از گندم بروید جو ز جو، هرچه کنی به خود کنی. گر همه نیک و بد کنی، کس نکند به تو آنچه که خود به خود کنی. کافیه که تو دلت بیاری نیت خیر، تو خدایی میشی. تو که با یک نیت خیر میتونی خدایی بشی، با همین دلت. چرا نیت بد، حسادت، تکبر، شر طلبی برای بندگان خدا خوابو ازت میگیره، آرامشو ازت میگیره، امنیتو ازت میگیره، اضطراب و فشیشانی برات مسلط میکنه. حتی تو خوابم خوابهای بد میبینید. انسانهایی که نیت شر دارن تو خواب میبینن که سگی پاشون رو گرفته، گوشت پاشون رو داره میکنه. سگ تو خواب به خوابشون میاد که پاشون گرفته، داره تکه تکه میکنه پاشونو. هر کاری میکنه. نیتت خیر بکن تا فرشته ببینی. نیتت خیر بکن تا خودتو در خواب در مسجد الحرام ببینی که داری طواف میکنید. نیتت خیر بکن تا انسانهای خیر به خوابت بیان، انسانهایی که خیرخواه جامعه بودن، امثال رسول خدا صلی الله علیه و سلم و یاران با وفایش. چرا نیت بد میکنی که همش کابوس ببینی؟ این دله، این دست خودته. از خدا بخواه خدایا در این دل من جز حب خودت و حب بندگان مخلصت کسی دیگر جا نده. جز حب کارهای خیر خدایا در این دل من اجازه نده. از خدا بخواه، دلتو به خدا بسپار. خدا دل داده که در اختیار خدا بذاری. و وقتی خداوند صفحات دلتو ورق میزنه، اولین صفحاتش اخلاص، صفحه دومش توکل، صفحه سومش حب مؤمنین، صفحه چهارمش خیرخواهی، صفحه پنجمش علم، صفحه ششمش نماز. همش چیزهای خیر، همش چیزهای خوب. این دل انسانه که هر اراده خیری میکنه براش نوشته میشه. و خداوند چقدر خوشحال میشه وقتی که صفحات دلهای بندگانش را ورق میزند و هر صفحه چیز خوبی در اون صفحه میبیند. ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر یک گناه کردی، یک نقطه سیاه در اون دل سفیدی که خدا سفید تحویلت داده، پاک تحویلت داده، اگر یک گناه کردی، توبه نکردی، یک نقطه سیاه میزنن تو اون قلب سفیدت. گناه بعدی 2 تا نقطه، گناه بعدی 3 تا نقطه، گناه بعدی 4 تا نقطه. اونقدر گناه میکنی و شیطان وعده های پس فردا و بعدش و وقتی پیر شدی بهت میده که حالا فعلا که جوان دنیا 2 روز الان خوشید بکن، آخر عمر توبه میکنید. باور بکنید جوان هست، پول داره، پیرمرد هست، پول داره، 50 سالشه، پول داره، 100 بار برش حج واجب شده، نمیره. میدونی چه بهش میگه؟ و خودش پررو شده که به دوستانش میگه اگه من حج رفتم هنوز زوده دیگه، نمیتونم گناه بکنم. سبحان الله. یعنی هنوزم میخوای گناه بکنی؟ کل دنیا گشته حج نمیتونه بره، 100 بارم برش حج واجب شده، میگه هنوز زوده، اگه رفتیم دیگه نمیتونیم شوخی بکنیم، دیگه نمیتونیم هر چی دلمون میخواد بکنیم، دیگه نمیتونیم گناه بکنیم، نمیتونیم. سبحان الله. یعنی انسان مسلمان برای معصیت خدا درست شده. این را بدانید کارهای خیر بزرگی که صورت گرفته از اینجا شروع شده. اول یک نیت خیر. علما میگن قدرت نیت خیر از کار خیر خودش بزرگتره.
نیت خیر یعنی خدایی کردن کارها، و وقتی خدا را آوردی تو قضیه، کارهای بزرگ کوچک میشه و میسر میشه و خود انسان باورش نمیشه که این انسان ضعیفه چطوری این کارهای بزرگ انجام داده. اینجا باید بگوید هذا من فضل ربی، این از فضل رب من است. مواظب نکته های سیاه باشید که تو دلتون نقش نبنده. اگر نقش بست بلافاصله پاکش بکنید و تنها راه شستن گناه از دل توبه کردن است. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله العظیم من کل ذنب عظیم و اتوب الیه. برادرمون عبدالستار سلماک چه خوندن؟ دلت را خانه من کن، دلت را خانه من کن. کی داره میگه؟ شما فکر میکنی این خانه خداست؟ همین ستون، این چوبا، این سنگ و گل و خشت خانه خداست؟ انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. خانه خدا میدونه کجاست؟ دل بندگان خدا. دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من. به من درد دل افشا کن. اگه درد دل دارید، اگر نیت بد داخل دلت هست، به من بگو خدایا من همیشه وسواس ها میاد تو دلم، نیت های بد میاد تو دلم، خدایا کمکم کن، پاکش کن. دلت را خانه من کن، مصفا کردنش با من. به من درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. درد دل تو به الله بگو، اون دوا دستشه، اون طبیبه. از الله اخلاص بطلب، توکل بر خدا بطلب، از الله شکر نعمتهای الله بطلب، نعمت خیرخواهی برای مسلمان را بطلب تا خدا دلت را مرکز هدایت قرار بدهد و درون و بیرونت همه از اون نیت خیر تو بدرخشاند. پیامبر عظیم الشأن اسلام رسول خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند الناس معادن کمعادن الذهب والفضه. میگه انسان‌ها هر کدومشون چون معدن‌های طلا و نقره هستند. یک انسان خوب هدایت شده معدنی چون معدن طلاست. وقتی انسان هدایت می شود به صراط مستقیم، به راه خدا، یک پارچه منشأ خیر می شود وجودش. و از هر حرکتش یک خیر می روید، از دستش، از چشمش، از کلامش، از پاش، از قدمش، از قلمش، از درمش، از نگاهش، از نوازشش، از فکر و اندیشش، از نیتش، از تلاشش. یا علی چقدر صحابه رو تشویق میکرد، چقدر اونها رو دوست داشت، چقدر مواظبشون بود، احساس مسئولیت میکرد. انسانی که هدایت میشود نمیتوند هدایت برای خودش تنها بخواهد. سیستم هدایت کامل این که وقتی هدایت شدی از تاریکی بدت میآید، حتی در برادرت. اینطوری نیست که تو هدایت بشی بعد میگی مردم به جهنم، بذار همه تاریک باشن. کسی که درونش با نور ایمان روشن شد تحمل تاریکی در برادرش ندارد. اونهایی که میگن ما خودمون سیریم، ما خودمون که کاملیم، ما خودمون که مشکلی نداریم، جامعه به جهنم، اونها هدایت کامل نشدن حتی اگر در نماز صبح شرکت میکنه. اونهایی که کاری به خیر و شر جامعه ندارن، اگر پیشانیش تو نماز صبح هم به زمین میماله در نماز صبح که نفاق نیست،
اون هدایت کامل نشده. هدایت کامل این که دو صفت امر به معروف و نهی از منکر را در انسان ایجاد بکنه. هر کسی بعد از هدایت شدنش در خودش حس خیرخواهی و حس بیداری برای امت اسلامی احساس کرد و این دو صفت درش تحقق پیدا کرد، امر به معروف و نهی از منکر، برای جامعه حرکت کرد، اون بداند که هدایت کامل شده. الناس معادن کمعادن الذهب والفضه. آدم خیلی دردش میگیره. مثال بزنم، دشمنان اسلام و کفار برای بچه های مسلمان برنامه دارن، اما مسلمان برای بچه های مسلمان خودش برنامه نداره. چقدر دردآوره که کفار برای پر کردن اوقات فراغت بچه های ما و منحرف کردن بچه های ما هم هزینه مالی میکنن، هم وقت میذارن، هم دنیا رو همه بسیج کردن که برای بچه مسلمان برنامه داشته باشن که منحرفش بکنن. اما ما خودمون با اون همه امکاناتمون برنامه برای بچه های مسلمانمون نداریم. خدا خوشش میاد، راضی میشه از ما که دشمنان خدا برای دوستان خدا برنامه دشمنی پیاده بکنن و هزینه بکنن. یکی از دوستان از هرات افغانستان آمده بود. هرات یک شهر مرزیه با ما، نزدیک مشهده، شاید 2 ساعت بیشتر از مشهد تا اونجا راه نیست. میگفت که در هرات فقط، نه در کل افغانستان، در هرات بعد از اینکه آمریکا وارد هرات شد، وارد افغانستان شد و هرات هم تسلیم شد، بیش از 130 مؤسسه فقط صلیبی مسیحی اونجا دارن کار میکنن، برای بچه های مسلمان برنامه دارن، برای زن مسلمان برنامه دارن، برای تاجر مسلمان برنامه دارن، برای فقیر مسلمان برنامه دارن، برای پدر و مادر بچه مسلمان برنامه دارن، برای دخترها و جواناشون برنامه دارن. 130 مؤسسه صلیبی ریختن تو هرات که دینشون و عقیدهشون و فکرشون و اخلاقشون رو منحرف بکنن، در قالب نمیدونم صلیب سرخ و در قالب مؤسسات حقوق بشر و در قالب بیمارستانها و پرستارها و در قالب کلیسا نمیان. مسلمان میدونه که اگر کلیسا آوردن خب این مسیحیه، میاد دارو میده، دکتر میاره، دوا میده، گونه آرد و برین توزیع میکنه، الحلیب تحت الصلیب، شیر میده، قوطی شیر به بچه ها میده، اسباب بازی به بچه ها میده. یک قدم به عقب به خاطر 2 قدم به جلو. در هراتی بیش نیست 130 مؤسسه صلیبی. مسلمان ها کجا؟ چقدر پول پشت این قضیه است، به گونی دارن دلار توزیع میکنن، هزینه میکنن و به ما میگن که در 2 ماه تابستان 5000 تومان کمک مکتب خانه بکن، یک کولر برای بچه‌هات بخریم. حالا حقوق ملا بماند، حقوق اون طلبه مسکینی که میخواد بچه های ما را آموزش بدهد بماند، ولی برای کلاس کامپیوتر و کلاس زبان و کلاس نقاشی حاضرین 10,000 تومان 20,000 تومان هم چه پرداخت بکنین. برای کلاس دین و اخلاق میرسین، ملاها دیگه دارن برای کلاس قرآن هم پول میگیرن. بچه هاتون رو نفرستید. چقدر ما وارونه فکر میکنیم. اگر کسی به شما بگه 2 ماه تیر و مرداد بچه تو رو مؤمن میکنم، عالم میکنم، قرآن خوان میکنم، سیرت پیامبر بهش درس میدم، آداب اسلامی یادش میدم، نظافت و بهداشت یادش میدم، اول تیر بیار آخر مرداد تحویل بگیر، 200,000 تومان خرجشه، حاضرت بدید بچه مؤمن بار بیا، روز قیامت دست بابای گناهکارش میگیره. بچه مؤمن و حافظ قرآن و عالم در خانوادهش شفاعت نمیکنه. روز قیامت تو ترازوی پدر و مادرش نیست.
بچه اگر در خانه حافظ قرآن باشه، عالم به الفاظ قرآن باشه، به تفسیر باشه، پایبند اعمال اسلامی بشه، 2 تا تاج میذارن از تاج بهشتی رو سر پدر و مادرشون. کسی 200,000 تومان در 2 ماه از ما بگیره، بچه ما رو مؤمن و قرآن خون و عالم و پاک و خوب تحویلمون بده. ولی اگر این کار نکردیم، ما میگیم 5,000 تومان بدید. شاید خیلی ها نداشته باشن 5,000 تومان، 5 تا بچه داره، 5 تا میشه 25 تا. آقا سید اگر تو خانواده 5 تا بچه دارن، شما مال 2 نفرشون بگیرید، 3 نفرشون خودتون بدید. یعنی تو این جمع 4 تا تاجر نیست که مال 50 تا بچه یتیم و فقیر که شهریه نداره پرداخت بکنه برای تعلیم کلاس قرآن، تحمل بکنه و روز قیامت تو پروندهش باشه. چند شب پیش در خمیر بودیم، یه خیری آمده بود 15 تا داماد فقیر رو تقبل کرده بود که دامادشون بکنه، کمکشون بکنه که زن بگیرن. یه جهنمی رو خاموش کرده یا نکرده؟ 30 تا جوان، 15 تا پسر، 15 تا دختر سب لب پرگاه جهنم بود. آتش شهوت میخواست اونها رو بخوره، ببله. یه خیری دید که اینا دارن میسوزن، زن حلال 30 میلیون تومان پول میخواد. آمد گفت که من هزینه جشن عروسی هر 15 تا با کت و شلوارشون برای هر کدوم کلر و یخچال و فلان و فرش و فلانش هم تقبل میکنم. 30 تا جوان رو نجات داد، 15 تا دختر، 15 تا پسر. ببین پیامبر چی میگه درباره کسی که آتش شهوت رو خاموش بکنه و بوستان عفت رو برپا بکنه. یک جوان مؤمن رو داماد کردن یعنی یک درختی رو، نهالی رو کاشتن، یک بوستانی رو آباد کردن، یک باغی رو در یک جامعه برافراشته کردن، چمن و گل و گلزار ایجاد کردن. عفت نمیتونه تعبیری دیگر داشته باشه مگر اینکه یک بوستانه. وقتی جوانا به عفت برسن یعنی یک پارچه گل خواهند شد. پیامبر درباره ازدواج چی میگه؟ میگه هرچی آمار متأهلین ببری بالا و آمار مجردا بیاد پایین در جامعه اسلامی، آمار جرم و جنایت و گناه میاد پایین. اونهایی که ولگردن اکثرا مجردن، اونهایی که سوار موتورن دنبال ناموس مردم اکثرا متأهلین میرن بیشتر. آمار دزدا، آمار راهزنا، آمار اشرار، آمار معتادا، آمار فلان، آمار بیبندوارا، آمار لاتا و هیپی ها و پوچا اکثرا مجردینن که نمیدونن این فراغو چطوری پر بکنن. میگه هرچی آمار متأهلین بره بالا، آمار جرم و جنایت میاد کم میشه. یک نفر میاد با پولی که خدا داده، پولم زیاده، میاد 15 نفر رو یک جا داماد میکنه. روز قیامت خداوند این 30 تا جوان رو به عنوان تشکر از این بندش خدا میذاره تو ترازوی حسناتش. بده اگر خدا پولت داده تو پرونده خودت 100 تا عالم بخرید؟ تو گزیر چند نفر میخواد بره دانشگاه؟ پول نداره. یک تاجر از خود گزیره ها بلند بشه، من هزینه هاشون رو پرداخت میکنم. چند تا داماد میخوان، الان سنشون به دامادی رسیده، تجاوز کرده، تو سوال ازشون کردی الان 25 سال تو رو چرا زن نمیگیری؟ تا جوابت بده. آقا سید چیزی نیست، با ماه 100,000 تومان که نمیشه داماد شو. خب نمیشه داماد شو یعنی چی؟ یعنی عفتش در خطره. آقا سید که امام جمعه است، شورای محترم، تجار خیرین باید به وحشت بیفتن. جوانی میخواد داماد بشه، پول نداره، عفتش در خطر افتاده، شرم و حیاش، ناموسش در خطر افتاده. ما به همین راحتی میگذریم. بعضی موقع شده که در حیات خانواده شما، در حیات خانه شما، معمولا تو روستاها حیات خانه خیلی وسیعه، دیوار بزرگیه، درخت کهور و کنار باشه. آیا پیش آمده که یک روز صبح
از خانه میخواید در بشید، بالای درخت کهور گنجشکی لانه کرده باشه، تخم گذاشته، بچه های کوچک، جوجه های کوچک هنوز پر و بال در نیاوردن، سرخ سرخ. صبح میخوای بری بیرون سر کار، بندر لنگه یا هر جایی، از کنار درخت کهور تو حیاتتون رد میشی، یکی از این جوجه ها از بالا افتاده پایین، مادرش از این شاخه به این شاخه، از این شاخه به این شاخه رو دیوار، نمیتونه بلندش کنه. یک بچه گنجشک میاد کنارش میشینی، بلندش میکنی تو دست، دلت آب میشه، تو دستش میگیرید. حالا چطوری بری پله بیاری که ببری بالا بذارید؟ اگر تو ندیدی پا گذاشتی با کفشت رو همین بچه‌ایه که هنوز پر و بال در نیاورده، لهش کردی، بعد متوجه شدی که زیر پا یه چیزی له شده، نگاه کردید یک جوجه گنجشک از بالا افتاده، زنده بود، تو پاروش گذاشتی، تا آخر عمرت خواب نمیری به خاطر همین یک بچه گنجشک. بعضی موقع معذرت میخوام، ماشین داره طرف، مسلمانه، خیلی هم چه سیگاری هم روشن کرده، خیلی پایبند مسائل دینی هم نیسته، میبینه که یک توله سگی گل به روی شما، زیر چرخ لاستیکش لاستیک ماشینش اینطوری پرس میشه با جاده، زیر میاد که پرس شده سرش، تا آخر عمر عذاب وجدان پیدا میکنه. چکرم پدرش. شما را به خدا قسم، فرزند مسلمان، فرزند جامعه اسلامی ارزش یک گنجش نداره که دلت را آب میکنه؟ چطوری انسان این دل داشته باشه که ببینه بچه های مسلمان معتاد میشن، مشروب خوار میشن، بیدین میشن، بی تقوا میشن، منحرف میشن، بی حجاب میشن، به بی عفتی کشانده میشن، جنایتکار میشن، آب از آب تکون نخوره، رگش حرکت نکنه، خودشو مسئول ندونه. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس منهم، او کما قال صلی الله علیه و سلم. کسی که اهتمام قائل نشه به امور مسلمین از مسلمانان نیست. تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامد نهند آدمی. حضور شما نشانه علاقه شماست. من به شما واقعا تبریک میگم. الان بازی داره میشه. واقعا به جوانای شما تبریک میگم. با اینکه جوانن، ورزش رو دوست دارن، فوتبال دوست دارن، جام جهانی رو دوست دارن، محبت خدا رو امشب ترجیح دادن. چقدر آدم احساس لذت میکنه. امروز نماز جمعه در مینا بودیم، اونجا هم جوانای خیلی خوبی داشت. دیشب در مقحمد گچین بودیم، چه جوانای خوبی اونجا بودن. اگه وقت بکنی که سری به روستاها بزنید، به مناطق بزنید، امروز دین طلبی و خدا طلبی و دین خواهی در قشر جوان ما کم کم داره قوی میشه. ما کم میاریم از نظر وقت، برنامه، باور بکنی کم میاریم، مگر اینکه خدا کمک ما بکنه. دوستم داریم کسی ما رو نصیحت بکنه، چون خدا 2 تا گوش داده، 1 زبان بیشتر نداده. دین طلبی خشک و خالی به درد نمیخوره. اگر دین طلبی در تو ایجاد شده، باید همه خواسته های دینی تحقق ببخشید. یکی از خواسته های دینی این که مؤمن بشید، موحد بشید، اخلاق اسلامی، علم و دانش دینی و اخروی و علم و دانش دنیوی، ابزار زندگی خوب در زمین و زمان، همه اینها رو یاد گرفته باشید، همه اینها رو داشته باشید. من به اون شخصیت علمی شما افتخار میکنم، دکتر ظریفن. دکترا در شهر روستای شما، در شهر شما،
من بهش افتخار میکنم که شهر شما یک دکترا داره. مردم اینجا هم قدرشناس بودن، جشن احترام به علم گذاشتن. شخصی در جامعه اونها رشد کرده، مدارج عالی علمی گذرانده، مردم قدرشناسن، ارزش و احترام به علم گذاشتن، یک جشن گرفتن که از خدا تشکر بکنن که یک عالم به شهرشون و یک متفکر و یک دانشمند به شهرشون اضافه شده، تا تشویقی باشه، هم تشکر از خداوند و هم دلگرمی برای اون شخصیت و قدرشناسی و هم تشویق و ایجاد انگیزه برای دیگران. مردمی که به علم و علما ارزش قائلن و جلسه میذارن و تشکر میکنن و شکر خدا رو به جا میآورن، این مردم در آینده نزدیک همه استعدادهای مستعد اونها شکوفا خواهد شد. ولی مردمی که برای لوتی و شرابخوار و خواننده ها ارزش قائلن و سر و کلهشون رو میشکنن و خرج میکنن و با معصیت خدا خوشحال میشوند، هر چند توانمند باشن فاتحه اونها خوانده شده. من آینده خوبی برای جامعه گزیر میبینم و این روستا میتونه ام القرای این منطقه باشه، محوریت داشته باشه، خیرات و برکاتشون به همه این منطقه سرازیر بشود، به شرطی که این انسجام رو حفظ بکنید. شورا، خیرین، ائمه جمعه و جماعات، تحصیل کرده ها، پدرها، مادرها، نسل جوان، همه دست به دست هم. خواهرها هم نادیده نگیرید، واقعا خواهرای توانمندی دارید، به اونها بها بدید. لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. این کنیزهای خدا اگر خواستن به خانه خدا بیان مانعشون نشید، چون مانع رشدشون میشید. اگر خواستن عالم بشن مانعشون نشید، بلکه وادارشون بکنید تا عالم بشن. ما زمینه درونی تربیت اسلامی داریم. اسلام نظام جامع و در برگیرنده است. همه جوانب حیات و زندگی ما رو در بر گرفته. یکی از این جوانب متعدد نظام تربیتی در اسلام است و بزرگترین تکیهگاه دعوت اسلامی تربیت اسلامی است. اگر در مسیر دعوت اسلامی تربیت اسلامی نباشد، دعوت اسلامی وجود ندارد. این انسان‌های تربیت شده هستند که میتوانند پشتوانه و تکیهگاه محکم دعوت اسلامی باشند. کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. این تربیته. تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. انسان زمینه‌های درونی تربیت دارد. من به همینها اشاره میکنم و شما را به خداوند میسپارم و مجددا از خداوند تشکر میکنم به خاطر این جلسه مبارک. انسان چند تا زمینه درونی تربیتی دارد، پس انسان راحت میتواند تربیت بشود. یک، فطرت انسان یعنی خیرطلبی درونی انسان، یعنی آمادگی برای تربیت شدن. وظیفه مربیان و علما اینه که بندگان خدا را به طرف فطرت جهت بدن، هدایت بکنن، فطرت رو در اونها زنده بکنن بعد از اینکه میرانده شده. یکی از ابزاری که تربیت میپذیره فطرت انسانه. هر چند وقت انسان بیدار میشه، به فکر میفته که من باید بر بگردم، تو مشکل گیر میکنه، خدا میزنه، التماس میکنه کسی نجاتم بده. این زمینه درونی برای آماده شدن برای تربیت شدن هست. وظیفه علما و مربیان که زمینه فطرت رو تقویت بکنن و فطرت رو جهت بدن و احیا بکنن. دوم، حس کنجکاوی در انسان یک مخلوقی کنجکاو هست، میخواهد سر از همه چی در بیاورد. انسان یک مخلوقی پرسشگره. وظیفه علما و مربیان این که این انسان رو جهت بدن تا سوالهایی که نیاز اونه مطرح بکنه. از سوالش خسته نشید و جهتش بدید تا سوالهای خوب بکنه، تا به
اون پرسشگری و کنجکاوی که در اون هست بره دنبال خوبی ها. نه اینکه یک بچه‌ای با لباسی تک‌پوشی میاد، رو اون تک‌پوش عکس اسبه، رو پله مسجد که میاد نماز بخونه امام مسجد درش دستش میگیره 2 تا سیلی هم میخوابونه تو صورتش، با یه عکس حیوان میخوای نماز بخونی؟ من خودم در صف نماز دیدم که یک جوان مسلمان آمد تو صف نماز، قبل از این که به صف بیسته سیگار تو جیبش بود، سیگار و کبریتش در آورد تو پنجره گذاشت داخل مسجد به نماز ایستاد. جوان مسلمان میبینیم که صلیب گردنشه، صلیب طلا گردنشه، باز میاد تو صف میسته، نمیدونه چرا این صلیب گردنشه، نمیدونه چرا این سیگار بهش دادن. جوان مسلمان بوده که تو سجده پاکت سیگار از تو جیبش افتاد تو سجده، شرمنده شد، سلام که داد نمیتونست چطوری این سیگارشو جمع جور بکنه. زود قضاوت نکنید، جوانامون از دستمون میرن. پیرمرد آمد در گوشه مسجد نبی شروع کرد به ادرار کردن. برخورد درست داشته باشید. اذا عرف السبب بطل العجب. اگر علت این که این جوان گناهکار شده، این جوان خلافکار شده، این مرد لغزش پیدا کرده، علتش رو فهمیدیم دیگه تعجب نمی کنیم. بعضی موقع گناه دیگران علتش پیش ماست. من یه دوستی سراغ دارم، اون پیرمردی که ملای اون مسجد بوده الان 20 ساله که فوت کرده، خدا رحمتش بکنه، ولی اون جوان الان متأهل، بچه داره، دختر عروسی داره، پسر دامادی داره، ولی میگه من تو این مسجد نمیام. اون صحنه‌ای که آمدم روی پله بچه بودم، عکس حیوانی رو سینم بود، ملای مسجد یه سیلی خوابم تو صورتم، گفت برو. من بچه بودم ولی سیلی رو من فراموش نمی کنم. آمده بودم نماز بخورم، نمیدونستم که این عکس حیوان مکروهه رو سینه من باشه، ولی سیلی بود که منو از خدا دور کرد، از خانه خدا که مال هم از دور کرد. امروز میگه که من فکر نمی کنم که خدا آمد زمانی که من بچه بودم با یه عکس اسبی رو سینه من باشه، رو تک‌پوش من باشه، خدا منو جهنمی میکنه. ولی با سیلی نمیتونست منو بفهمونه. این آقای مفتی زاده خدا رحمتش بکنه، بعد از این که از زندان در آمد تو نوارش گریه میکرد. وقتی آخرین نوارش صحبت میکرد، نوار ویدیوش من نگاه کردم، میگفت من پناه میبرم به خداوند از این که کلمه نسنجیده از دهان من در بره. یه نفر میخواد به طرف خدا بیاد، همون کلمه مانعش بشه که به طرف خدا بیاد، از خدا دورش بکنه. من پناه میبرم. بعضی موقع انسان یه چیزایی میشنوه، یه نفر میخواد توبه بکنه، این خدا اصلا نمیبخشدش، خدا به این نابخشد. سبحان الله، تو شدی خدا؟ چه کار کرده؟ یه زمانی قلیون کشیده، سیگار کشیده، یه سر عروسی رقصیده، نمیفهمیده، اصلا شراب خورده. طرف آمد در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت من زنا کردم، متأهل بود، روشو برگردون. از این طرف آمد گفت یا رسول الله طهرنی، من زنا کردم، منو پاک کن، سنگسار کن، روشو برگردون. گفت شاید بوسه دید، بوسه زدید. گفت نه طهرنی، من زنا کردم، میدونم که زنا یعنی چی. گفت شاید دست کشیدید. گفت نه من زنا کردم، طهرنی، منو پاک کن، یعنی سنگسار کن. گفت بوی دهنش بکنید، این شراب نخورده. گفت این جنون نداره، دیوانه نیست. گفت نه من سالمم، من زنا کردم، طهرنی یا رسول الله، دستور بدید منو سنگسار کنن در ملأ عام. بردن سنگسارش بکنن، سنگ که به بدنش خورد دردش گرفت، فرار کرد. ماعز دیگه میشناسیدش، ماعز، صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم. دنبالش کردن تا سنگسارش کردن. سنگ که بیش میزدن میگفت که منو بر بگردونید پیش رسول الله، هی منو بر بگردونید پیش رسول الله. ولی برش نگردوندن. رسول الله خیلی ناراحت شد.
گفت وقتی که برگشت از اعترافش چرا نیاوردیدش اینجا؟ شاید توبه میکرد، خدا توبهشو میبخشه. کسی که ندیدش خودش داره اعتراف میکنه. از این دیگه بالاتر در جوانای ما، در هر انسانی خداوند یکی از زمینه‌های درونی تربیت حس کنجکاوی در انسان هست. پرسشگره. این میتونه عاملی باشه برای هدایت شدن، برای تربیت پذیرفتن. سوم، حب ذات. هر انسانی ذاتشو دوست داره. حب ذات. همه میخوان ذات خوب و موفقی داشته باشن. اینم زمینه سوم برای تربیت شدن. از درونش هر انسانی خودشو دوست داره. حب تعالی، این زایده حب ذاته. هر انسانی میخواد پیشرفت بکنه، دوست داره پیشرفت بکنه در زمینهای. اگر کسی دوست داره در ورزش حرفه‌ای بشه، اینو بدونید که اون دنبال پیشرفت هست. اگر کمی باش درست بنشینی صحبت بکنی، در غیر ورزش و تحصیل و علم و ایمانم اخلاقم کم کم حالیش میشه که باید رشد بکنه. حب تعالی و رشد، این 4 تا زمینه درونی برای تربیت شدن. و پنجم، هر انسانی به فطرتش میل به عدالت داره، حتی انسان کافر، و از ظلم متنفره. حب عدالت، میل به عدالت. حتی انسان کافر بعضی موقع میبینیم تو اروپا بر علیه بوش و بلر دارن چه تظاهرات میکنن به نفع مسلمانان. میل درونی انسان به عدالت، به برابری، به عدم تبعیض و تنفر از ظلم و ظالمین، اینم زمینی است برای تربیت شدن. اگر انسان دنبال تربیت باشه، خداوند به همه ما و شما جزای خیر عنایت بفرمایند و خداوند به همه ما و شما توفیق اعمال شایسته عنایت بفرمایند و همه ما و شما و خانواده ما و شما همه را در راه خدمت به دین خدا و خلق خدا خداوند در راه خودش قبول بفرمایند و ما و شما و فرزندان ما و شما را و دوستان ما و شما را و همه برادر و خواهر مسلمان را در همه امورات زندگی دین و دنیا و آخرت خاتمه به خیر بگردانند و خداوند ما را هدایت شده و بعد از هدایتش و هدایت شدن هدایتگر جامعه اسلامی و انسانی قرار بدهند و خداوند ما و شما را از همه وساوس شیطانی نجات بدهند و خداوند خیرات دنیا و آخرت را نصیب بفرمایند. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. و خداوند به این 2 زوج جوان، این عزیزمون سید احمد که یکی از شاگردای خوب مدرسه بندر عباس بود و جز ادب و تواضع و اخلاق و فروتنی و نیت خیر ما در این عزیزمون سراغ نداریم و لا نزکی علی الله احدا و امورات غیبیش همه واگذار به خداست و از خداوندم میطلبیم که در غیبش هم و در پشت پرده هم همون نیت خیری که در ظاهر داره اینطور باشه، ظاهر و باطنش یکی باشه. و الان هم که در دبی هست بالاخره از مدرسه در آمد و رفت اونجا هم سبب خیر شده. جوانای خوبی دور و برش هستن. یادم نمیره همین 2 ماه پیش شب آخری که من دبی بودم 50 تا از این جوانا یک جای شب ساعت 12 بود جمع شدن، درخواست سخنرانی کردن و آخرین دیدار ما در دبی با جوانای گزیر بود که حدوداً 50 نفر خیلی متواضع دور هم جمع شدن. یه شام ساده هم با هم خوردیم، نزدیک نیم ساعت 3 ساعت مسائل دینی و اخلاقی. همه از کار آمده بودن، خسته بودن، ولی جمع شده بودن دور هم توی خانه مجردی و شب بیادماندنی بود با جوانای خوب گزیر در دبی که اون شب واقعا برای ما ارزش داشت و برکت بود و یکی از خاطره های خوب زندگی ما بود. و از این که بالاخره این عزیزمون میبینیم که در میدان دعوت و خیرخواهی برای جوانای مسلمان کوشا هستن، خیلی خوشحالیم و براش دعای استقامت میکنیم و برای همه جوانای عزیزمان و امیدوارم که همونطوری که ایشون موفق شدن که این سنت نبوی و اسلامی رو به جا بیاورن، خداوند میسر کرد
دعا میکنیم به برکت این جلسه که همه جوانایی که به عللی نتونستن داماد بشن و ازدواج بکنن، خداوند اسباب ازدواجشان را فراهم و آسان و میسر بگرداند و خداوند تو دل پدرها و مادرها قرار بدهد که اسباب ازدواج کردن و به عفت رسیدن را آسانتر از همه امورات بگیرن و چشمشون خرید و فروش دخترشون و پسرشون نباشه و اسباب ازدواج رو فراهم و آسان بگیرن تا خدا و رسول خدا از اونها راضی باشد و فرزندانشون به عفت و طهارت برسند و فرزندانشون به عنوان سرمایه های امت اسلامی حفظ بشوند. خدایا چنین کن سرانجام کار که تو خوشنود باشی و ما رستگار. از حوصله همه شما تشکر میکنم. از اناشید و ابیات زیبایی که پدرانمان در ابتدا که آمدن منسجم با هم میخوندن، صداشون از بلندگو پخش میشد. وقتی آمدیم واقعا لذت بردیم که این پدرها و ریش‌سفید ما در صفهای منظم نشستن روبروی همدیگر، یک نفر داره میخونه باقی جواب میدن، همه صلوات و درود بر پیامبر صلی الله علیه و سلم و همه معنویات. در کنارشون و پشت صحنه هم جوانا صف کشیدن و جواب میدن و این جای خوشحالی و این که پدرها در صحنه هستن رو سر فرزندانشان و در کنار هم هستن، پیر و جوان، بزرگ و کوچک، در خانه خدا در همه مسائل اجتماعی این جای خوشبختی است. امیدوارم که خداوند به همه توفیقات روزافزون عنایت بفرماید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم واجعل تفرقنا من بعدها تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم انا نسألك الجنة الفردوس وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النيران وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومن الماء البارد في القومة. پروردگارا ما از تو محبتت را میطلبیم، محبت کسانی که محبت تو رو در دل دارن و محبت عملی که ما را به محبت خودت با محبت خالص خودت بین دلهای این جمع پیوند ناگسستنی برقرار بفرما. پروردگارا این جمع را آمرزیده بگردان. پروردگارا این جمع را با ایمانی کامل شده و گناه آمرزش شده و هدایتی افزایش شده پروردگار با دست پر از خانه خودت به خانه هایشان بر بگردان. پروردگارا شر مسکرات و منکرات و مشروبات الکلی و دود و انواع اخلاقهای زشت را درست پروردگار را از جوانای امت محمد و پیران امت محمد و خواهرها و برادرها دور بگردان. پروردگار را شیاطین و شیطان صفتها را از سرمایه های امت اسلامی ناامید و ناکام بگردان. پروردگار را همه دلهای ما را از همه سو به سوی خودت بر بگردان. پروردگار را خودت را بر این جمع عنایت بفرما. پروردگار را خودت را با این جمع عنایت بفرما. پروردگار آن چیزی که صلاح دین و دنیا و آخرت ما و این جمع مبارک است پروردگار روا بفرما و عنایت بفرما. پروردگارا ما دعا کردن بلد نیستیم. پروردگارا اون چیزی که خیر ما در اون است و دین و دنیای آخرت ما در اون است آن را عنایت بفرما. پروردگارا ما خواهان هدایت هستیم، ما را از گمراهی نجات بده. پروردگارا ما خواهان علم هستیم، پروردگارا ما را از جهل نجات بده. پروردگارا ما خواهان سلامتی هستیم، پروردگارا ما را از ناسلامتی نجات بده. پروردگارا ما را خواهان دنیا و آخرتیم، پروردگارا هدایت کامل نصیب بفرما. پروردگارا ما خواهان خدمت به خلق تو هستیم، پروردگارا توفیق خدمت گزاری را عنایت بفرما. پروردگارا ما را دستگیری نیست جز پروردگارا ذات پاک تو. پروردگارا از همه بی نیاز و ما را نیازمند خودت بگردان. پروردگارا این دستهای نیاز ما به سوی تو بلند شده. پروردگارا این دستها را
ناامید صفر تو خالی بر نگردان. پروردگارا اگر ما را نیامرزی کی ما را بیامرزد؟ پروردگارا این جوانای خوب به طرف تو هدایت شدن و به سوی تو آمدن و تو را میطلبند. پروردگارا کمکشون کن، هدایتشون بکن، خواسته هاشون رو بر بگردان. پروردگارا خودت را به ما عطا بفرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. خدایا چنین کن سرانجام کار که تو خوشنود باشی و ما رستگار. نستغفرک اللهم من جمیع الذنوب والخطایا و نتوب الیک و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.